خب درود هموطنان عزیز گرامی اولی قدر بچه‌های زور امیدوارم که همه کسا خوب صحت سلامت و سربلندک هم باشه نه سوزای اگر در همین تریتوریا باشین رمو گفتی هم گفت گیر اطرافای یوتیوب یک خبر بتین که همین دوست پشویش هسته باش مو رفته ایستو درست ما ایرا خیلی طرفه کنم نمیشته خیلی نمیشه همین خارجه که ما بسیار توق بسته بازی دوره اینو بگیرم پرتون شوزه یک هست اومد значит دوست پشویه خب دوستای عزیزم روز زبان مبارک دین روز زبان به دست هم در این مسئله گفتیم یک چرک پرک کنیم قطعی شما در مسئله روز زبان برام بسیار بگیم خوش اومد دین اگه نمی روز زبان موضوع خیلی برای من خوش اومد در این مسئله یک فکر نظر خیلی قلقی ما میگم کاش ما در فکر نظر عقیده تاجیکستان بمونیم بسته سوزه فایده دار دین دیدیم ها ما روز زبان تبریک داره و برادر دیگر هم برای من نویس پرویز جان که برادر استانه بر روز زبان یعنی عید زبان یک تبریک نکردید مردم ما گفتم این خیلی دی زبان بوده است گفت که همین 90 چندم سال همین 20 دیم در این دی زبان قبول شده بود در تاجیکو بعد او گفت ما همین را دفت کنم یک طرف و خدمات فلیکت کردیسته این نوشدید شوه یک طرف بیست بعد گفت بیستین دوستای ازون یه دقیقه التماس اینه دفشت و من خیلی در فکر زدم دوستای عزیزم واقعا هم در فکر زدم من فکر میکردم یک رحمانوف به عقل است مفکوره نداره تفکر نداره من بینم کل مردم همین مثل رحمانوف بده است همین رحمانوف بده است من فرقیت ندیدم ای رحمانوف دیگر طرفه واقعا هم ببینیم برادرای عزیزم مردم تاجیک عالم ادیب نویسنده شاعر نمیدونم کیا هستین ارتیست رقاصه نمیدونم رسام همین شما عقل دارین همتون یا ندارین شما که دوای 2000 سال تاریخی تاجیک دارین میگین 2500 سال یا خودی همین دلبایوب رحمانوف و گرد اطرافایش که 2700 سالی کلا با جشن گرفتن اینو با کدام زبان گپ میزدن اون وقتا که نو زبانی تاجیکی را روز مونده که اید مونده ایدگرده که روزی زبانی تاجیکی شوه و کدام زبان 2700 سال پیش این مردم با کدام زبان گپ میزدن نداشتن زبان تو اومدن رحمانوف این مردم زبان نداشت یکون رسمیت نداشت که امروز رحمانوف اومد سالی 90 چندم سال زبانی تاجیکی را زبانی بگیم ایدش کرده انا مو زبانی مستقل کرده زبانی نامستقل کرد خیلی تقدر شما تاجیکو چندین سال است چند صد سال است که زبانی ما را قلقا را لقیا را دیگران را نامستقل کردین حتی ملت همون را نامستقل کردین که در پاسپورت همون ملت خودمون را نمی نویسن حتی که در کار در آمدن در تاجیکستان که ما فرزندی و سرزمین هستیم تو اگر در پاسپورت همون تاجیک ننویسیم شما ما را کار در نمیگیرین در جای یگان جدا کار در نمیگیرین یعنی باید یه مینه تاجیک نوشتگی باشه در پاسپورت значит شما ما را نامستقل کردین همین خیلی ما هم یه روز بگیریم باید بگیم ایدی مستقل قلقا تو بگم
زبان ما از ازلی که قلق پیدا شدگی از مستقل است و تا امروز و کدامی در بالای او پرید چرید گفت همو گپا بخیلی کرد رشد کنی نموند کون شد روند او دروندن بگیره نه که زبان قلقی ما مستقل است برای مستقل بدنش تا امروز ما قلقی خطی گپ میزنم برای که او مستقل از زبانی ما این اخمقی است انسان هایی که برای زبان هر روز میارن میگن فلا روزی که زبانی ما است سال 97 سال با ما فکر میکردم که اپوزیسیا کم ترک خیلی مفکوره دارم ابراهیم میگه برادر ما 2000 سال از این زبان داریم این زبان ما از ازل مستقل بود ما از مادر تولد میشیم با زبان تاجیکی مستقل تولد میشیم این رحمانوف آورده است تر روز پوز مونده است ما اگر روزی زبانمون بکویم بیاویم ما ها نو فارس گفتنی یک گروه بدیم قبیله های تاجیک و بگیم بالتوش قبیله های بگیم که نه چیزایی که بدیم جدا شدیم رفتیم ما از همون روز میگیم که از همون روز ما از فارسی تاجیکی گذاشتیم ما 2000 سال پیش 1500 سال پیش ما باید ایرا بگیم که روز معین کرده و چیکار کنیم بگیم که همون روز همین کار شدگی است نمیدونم اون روز دیگه توی میکنین جشن میگیرین ماتم میگیرین او پرابلم های دیگه شما میشود نیکی شما پس رحمانوف قهرمان است زبان شما را مستقل کرده است چخه شما ای رحمانوف مینولیم پس زبان تاجیکی تونه مستقل کرده دو دست براتون شما درک میکنین در حالت یک چیز قدم موندن یک جدا من قلقم میبخشین برادر عزیز من قلقم زبان تاجیکی زبانی ما نیست زبانی دولتی ما است مرا عبید نشمی است که زبانی دولتی مرا مثل پراستیتوت که کرده است دادنده ایش میگه ما فلا روز جشنش میگیرم ایش میگه تا در درجدنی تو وردی تو گروش کردی روز درجدنی شوه ایش میگه فلا روز شوه ایش میگه فلا روز شوه ما مستقل نبیدیم زبان تاجیکی مستقل داره اید داره اگه جو میگیره شما هم ایده ها را شما علی با خدا رحمانوف فرق نداره شما خفه نشین فرق رحمانوف نداره ما هم کمتر فکر کردم که زبان تاجیکی زبان دولتی ما همین زبان تاجیکی ما از ازل مستقله یاخی ولی حرفای فارسی قطعی بود حتی که تیمورلند نیمی دنیا را گرفته بود با فارسی می نوشت برای چی؟ برای که زمان 10 حرفی بود بازی بعد یه حرفا زیاد چیدن بعد آوردن اینا اوروسی را در کنش حلقچه زدن خیلی گفتن این جه می شود اوی اوروسی را گرفتن در کنش خیلی حلقچه زدن گفتن اه می شود بعد از سر شما تری حرفا را ساختن بکدن او وقت همون تسیت لاتینی فارسی واقعا فارسی حرف قدیمه هست واقعا قدیمه هست و خودی دولتی ترک هایی که بدن خودی دولتی ترک ها ببینین تاریخشون حرف فارسی خطی می نوشتن بعد در لاتینی گذاشتن دولت یا نام عثمانی ها حرف فارسی خطی می نوشتن دولت دارشونده این حرف فارسی حرف جهانی بود تیمورلنگ هم یکان تاجیک نبود او هم ترک بود ترک زبان بود یک حرف فارسی خطی می نوشتن یا که ما که دولت قراخانی ها نداشتن حرف جهان یک چند حرف استفاده می بردن دیگه نبود حرف ها معنای را نداره همه فارس بودن تاجیک بودن نه استفاده می بردن یه حرف امروزه که تمام دنیا از لاتینی در گذشته استودن و تو امروزه هم حرفا تنقیص هستن سوخته استودن به نام خود چون میسوزن هر که هرچی و تو امروز اگر نگاه کنی همه دنیا از لاتینی در گذشته استودن یعنی همون لاتینی هم قدیمی حرف است این نو نیست که انگلیایی را گرفتگی است از این اومده حتی که هم انگلیسات حرف نداشتن کم ترکه خفتون را نگاه کنیم برادر عزیزم اگر که شما همه اید تصدیق کنین که نمی اید
ایدی مستقلیت شما هست، پس من میگم رحمانوف واقعی قهرمانی شما هست که برای شما را زبان مستقل آورده است. رحمانوف گنده نگین، نخواد یک انسان برای شما را زبان که شهادتی او دنیا او دنیا تمیتا رحمانوف مستقلیش آوردگی است. رحمانوف اوتتون بولو از پس از این بابد خیلی نکنین. رحمانوف کومد رحمانوف گنده میشین واقعی دنیا او دنیایین. اگر که شما اینمی ایده قبول کنین، اینمی آوردگی رحمانوف 22 است، 25 است، 5 در روزی زبان است. نه، شما در تاریخی گذشتهتون توف کرده ایستادگی 1000 سال 2000 سال پیش این زبان مستقل بود، حرف میزدن به این زبان، به این زبان میگفتن، به این زبان مادرها الله میگفت، به این زبان اوتا و چاتو نخورد میکرد. اینا با رحمانوف آمدن مستقل شدگی نیست، این زبان مستقل بود و زبانی ما مستقل از خلقیم. این فکر میکنه چند خطون و میره جقیدیم نابود کردیم فلان کردیم اینایی کردیم و کردیم. نه، زبان ما مستقل است. برای که توییم روزا ما خلقه حرف میزنیم. این دلالتی مستقلی ما است. او یکی مکتبا را بستن، او یکی دیگر چیزا را نابود کردن، دیگرها را نابود کردن. و پرابلم های شما بود، رشک شما بود. او را خطون سوال جواب شد، در پیش خطون، در پیش ناموس انصافتون بتین، در پیش وجدانتون این سوالای کروی کردتون در خطون جواب بتین. یکی این مستقلی است که این را هیچ که گم کردگی نیست. آخه زبانی تاجیکی گم میشید، میرفت گم میشید، 1000 ساله ها گم میشید. بعد از او را وستنوید میکردن، میگفتم خیلی 1000 ساله ها نبودگی زبان یافتن از قدیمه ها آوردن زبان وستنوید کردن. بله، امروز هیچ شد زبانی گمشیده را وستنوید کردن. نه که زبانی که از ازل توی امروز گفت که همو گپو خاموش نشدگی را هر روز این تشکیل میتین. ولی دولتی نمیدونم نو امپراتوری یا کی تو نببینه او هم یا ایدی زبان داره، همه یا ایدی زبان داره. هر یک انسان میاد ولی با یکا پریزیدنتی نوشه با ایدی زبان های سرکه میکنه براتون. دوستای عزیزم، من واقعا همی این را یک احمق بازی میدونم. اینمی چیزا را من یک احمق بازی میدونم که زبان تاجیکی 97 سال اید بگیره تا او وقت دیگه نیست. پس اوش قبول ندارین شما؟ کدام مستقلی را گرفتین؟ حرف فارسی؟ نه، تو از این همون اوی اروسی در کونش دنبک زدگی چه گفته گشته استین؟ گفته چه اروسی را در کونش دنبک زدین چه گفته گشته استین؟ کدام مستقلی گرفتین شما؟ چی مستقلی داره؟ در کجا گرفتین این مستقلی را؟ میفهمه نمیره. اگر که شما این زبان قبول کنین، جشن بگیرین 22 و 25 اکتبر سپتامبر ینور کنین، اگر بخدا شما رحمانوف یگان فرقیت نداره و رحمانوف واقعی قهرمانی اصلی تاجیک و قهرمانی زبانی تاجیکی باید عنوان دیگرش بتین. پیشوای تاجیکان، اساسگزار صلح و وحدت تاجیکان، قهرمانی زبانی تاجیکان، اساسگزار و بنیادکاری زبانی تاجیکی عنوانش بتین عنوانه. چی ناید میکنین؟ شما قبولش دارین، جشن گرفتیستین را بار هم دارین. رحمانوف تیره فلا روز بود روز آوردی چی باید طریقه گفتن. وقتی که 97 سال 96 سال که زبانو تو که مستقلی گرفته باشه، رحمانوف او وقت پریزیدنت بود. رحمانوف مال شخصیش خواه 5 میبرش، خواهش 7 میبرش، خواه 25 میبرش. او انسان رسما صاحب این چیز است که برای شما را این مستقلیت زبان آوردگی است. رسما شما میگه مستقلی زبان. روز بعضیش میبره میگه که نه ما دولت داریم، زبان روسی بود بعد با زبان تاجیکی آوردیم همین را گپ میزنیم. روز الفابیت تمام روسی های، روز الفابیت روسی های. روز در کنش یه دنبک زدگی دودگی دمچه داری تمام
پیش بدم بدیوش دم دوری گشته استونم دم خطی جیو هیو گفته گشته استونه الفاویت بله زبان لهجه بازن حالتو زمان تغییر افته است از لوبوی لهجه یخی بعضی لهجه ها وارد می شود در سخن ها یکی زبان فارسی یعنی تاجیکی از که تاجیک بدی زبان بود مستقل بدی زبان یگان زویسمی زبان نبود و خواستم بعضی هایی را نابود کنن بازی کنن نمیدونم نه آوی کنشونه در بالای زبان بچک کنن که تو که خاموش شوانه که خاموش شدگی نیست اومده است تو در زبان مستقل است و برای را مخصوص روز دادن که فلان روز ما مستقلی زبان شده ای رحمانوف دیده شما دیوانه‌تر بودین خفه نشین از رحمانوف دیده شما دیوانه‌تر بودین من میگم که تاجیکستان یک انسانی با عقل نداره یک عالم یک باسواد نداره سر یک چیز بحث کنه بگه زبان ما مستقل است ما زبان تاجیکی از ازل مستقل است تا کی با ایره اساسی روز میتی که امروز ما مستقل شدیم نه ما امروز مستقل نیستیم ما از ازل مستقلیم کنی بحثا کنی بحثا نویسندات کنی عالمات کنی زبان شناسات کنی یه اونان نیست یعنی کجا ده شما گپ زنین این چیزا را عیب نیست یک خلق بخیزه بگه همین چیز شما ده عیب نیست شرم نمیدارین زبان اختون فروخته شیشته این فلان روز زبانی ما است فستینه روز زبانی ما است اینه روز اید است پس شما 2,500 سال 2700 سال کلوب شما مستقل نبوده زبانتون با کدام زبان گپ میزدین شما یا نبود زبانی تاجیکی که یا باید مستقلش کرد یا زبانتون یگان که گرفته بوده دهنتون رو گرفتین آوردین خطی رحمانوف جنجال کرده زبان تاجیکی را برگردوندین خیلی مستقل شده من با خدا کو مسخره بازی میدونم این چیزا را نمیدونم شما چخیل مفکورتون است شما ایره چخیل قبول میکنین ایره من این چیزا را کو یک احمق بازی بیشتر نمیدونم که در حالتی که میگم که ما یک قلقم یکی این زبان دولتی ما هست این زبان تاریخی وطنی ما هست این زبان تاریخ دولتداری زبان تاجیکی ما هست که ما در اون دولت زندگی میکنم تولد شدم من با اختیار خودم تولد نشدم خدا مرا اختیار میداد من در دیگه جا تولد میشدم نه که من تولد شدم در اونجا خواهی نخواهی او وطنی ما هست که کون تابدران دیگه او وطنی ما هست اینا من اختیار نکردم خداوند مرا اختیار کرد که تو باید نمیجا تولد شوی این نمیجا تولد شوی او دیگه نامش هندستان های پاکستان های تاجیکستان های گفتی همون گپو فرق نداره او قلقستان های نامش او فرق نداره او وطنی ما هست او سرزمینی ما هست نیشنه مرا دردم میکنه کی یعنی میدونم یکون طرف امید نمونده واقعا برای مرا شخصا یکون طرف دیگه امید نموند من میگفتم خیلی شاید حکومت رو کمتر دلبایو بان شاید یک عالم داشته بودگیستیم در برن یک نویسنده داشته بودگیستیم یک زبانشناس داشته بودگیستیم در برن یک 4 تا انسان داریم فقط میورن میگن که هیستوریای عرب میورن با مورا ماذا چی در کره هیستوریای عرب خوندی بیشت میرای برای خودت میرای بیشتت تمام زبانی تاجیکی هیستوریاش که جو است زبانی تاجیکی 1500 سال در دین شیده باشه 2,500-3,000 سال در زبانی تاجیکی شید 1,500 سال پیش پیدا شده بودی تاجیکی چی وقتونه نمیدونین میرین عرب میخونین هیستوری عرب میخونین وقتونه بسیار دردآور است بسیار علم‌آور است نمیدین اینه یک دقیقه یک دقیقه مرغک جانی خودم وقت تخم کنی روی کنم برا مرغک جان خودت تخم که جان تگردم کتک دا بیست همجا
تخم کدام بگی اینا دشمن های زبان تاجیکی هستند، اینا خائنای زبان تاجیکی هستند، اینا خائنای زبان فارسی هستند که در حالتی که با تاجیکی میگن تاجیکی حرف میزنن، با تاجیکی دنبا میجنبونن و سرودای تاجیکی کون میجنبونن. اینا وقتی تو دفاع از زبان تاجیکی میکنی اینا میدروین فهمیدی؟ دفاع از تاریخ تاجیکی که دفاع از زبان تاجیکی که اینا میدروین میگن که ترا حقارتت میکنن. اینا فهمیدین؟ در حالتی که فردا بودر اگر داخل تاجیکستان باشی اینمی کونتیو با میبروین میگن ما تاجیکم تقلقی خونی تاجیکی دار، تاجیک اصلی ناموس دار، زبان دار، قدر تاجیکستانی را میدونستگی انسان و هر یک هموطنش قدرش میدونه، چی قلق باشه، چی لقای باشه، چی قطغم باشه، چی قنگرات باشه، در او وطن تولد شده است قدر یکدیگرش میدونه. هر یک کونته هست که میبرویه خیچه تاجیک میگیره زبان تاجیکی میگه دمشه میجنبونه اونمو روز اینمیو هستن نمیدرویه نمیو اقرات مینویشن که اینمیو هستن. ایو نه زبان دارن، نه ملت دارن، نه ناموس دارن. باور کنین ایو یگون چی ندارن. ایو فقط کون میجنبونن، اینمی قانونش بته کونشا میتن، اینمیو اینمی انسانو هر جایی در فتنه میدوزن، جنگ میدوزن، هر جایی را تلاتوب میکنن، انا همی پدر ازا میکنن. او میبرای ما تاجیکم تاق نداری در جهت تاجیکی تاق در تمام شکافی تو بوری اخیر همو دوایی که میکدگید او نمیبروی اگانی دوا از زبانت کنی، نمیبروی دوا از تاریخت بکنی. تاریخ در رحمانوف بتوف تله کدسته نمیدونم دیگه علم دلبایه بود بتوف برده چقری در تخیده استن که دین زبان پیدا کدی، دین زبان پیدا کدی مستقل شید زبانت دینه 97 سال 96 سال 93 سال از تو دما خلق تاریخ بسیار دارم. زبانی ما از ازل مستقل بود تا دین مستقل شدگی. اینمیو میگن نمیخیلی جنگ، اینمیو میگن نمیخیلی کونتگی، همه این پرابلم در اینمیو سر میزنن. گویا که یا زبان دوست دارن، گویا که یا ملت دوست دارن، گویا که یا وطن دوست دارن. او یاتش یا ینگه تونست که کوکلوش دای جبر اومدگی پرابلم کم ترک پرابلم چه دوره کوکلوش دای جبر اومدگی. ما تاجیکی اصلی ما شری نلی تاجیکم وقتا کو حسن حیدری ما ایت بلو ایت وری تاجیک ده اونم تری دواگراتون ده. تاجیکی اصلی زبانی اصلی تا دوا که، تاجیکی اصلی تاریخی اصلی تا دوا که، نه اینکه کدام اوروس بیاد از سر دیا تاریخ بور کنه، نیمس بیاد از سر دیا تاریخ بور کنه، قنگرود بیاد از سر دیا تاریخ بور کنه تا رقص کنی او را توی کده بسا چیره که مستقل دارم مستقل دارم. توی قواق مستقل نبودی تا وقتی که تیره قبول داری رحمانوف قبول که گب نزد طرف رحمانوف دهن تاوی نکه حق نداری هوی کردن ده. رحمانوف اساس گذاری مستقلیتی زبانی تا است. خواه 5 میبرش، خواه 25 میبرش، خواه 10 میورش، هر سال خواه که سال روز شالیش میکنه برای که اوی انسان خزینی چیز است و تو قبولش داری را. خطانه جنبانی طرف و طرف رحمانوف 5 بود 20 دیم بود ما اصلی میاریم روزی در 20 دیم روزی زبان میمونیم خدو خواه و ما اگر تو ایران نمونیم اگر دل ما آرام نمیگیره واه سوختم مردم و خدو قسم ایدارم اشان نابود میکنم. ما پرزیدنت شم تمام علم ادبیات میارم اید میفورد جمع میکنیم از ها نو چند هزار سال ها پیش که زبانی تاجیکی بود اونمو را پیداد میکنم میارم علما را در کنج میزینکه مالینکه را میزنم که بیاوین او را
تاریخ را بکوی نه یک تاستی او کی داملوی زردشتو داملوی زردشتی کی بدید 5000 کتاب خوندی اونا تو برای 5000 کتاب 5000 زیاد 5000 زیاد کتاب با گفتی تا 97 سالی طرف نوشتگی بود نه تاریخ های کتاب کی بود همون توجیکو نوشتگی هست همون مردم توجیک نوشتگی هست شاعر توجیک نوشتگی هست و 97 سال مستقلی گرفتی اولی ابن سینا با کدام زبان گپ میزد نداشت زبان نه تو زبانت مستقل شید یا ای رودکی و ای گفتی هم گپا بابا جون غفور و شیرینجش یا با کدام زبان گپ میزدن یا مستقل نبودن زبانشون نخدا دیونه این انامو اصلی زبانه باید نام چندین عصر پیش باشه یافته آورده قرن عصر گفته نوشته اونمو وقت ما زبانه بگیم یا از همو کلی فارسی با زبانی یعنی که کلی که همچون مستقلی تاجیک شدیم گفته گذشتگیمون یا قبیله ها بدن آخی ما هم یک قبیله هستیم یعنی که ترک زبان ها یعنی قبیله ها هستیم قلقا قبچاق ها یا قلقا بدن یا بگیم که قبیله ها بدن خیلی بعد از این بعد شانه شده بعد تشکیل کردن بگیم با یاردمی باز 4 طرف به نام ازبک تشکیل کردن که نبود این دیستریتی نه این چیز نبود یعنی این نام نبود یا ترک زبان هستن یعنی این نامی که ازبک گرفتن این دیستریتی نه بعدن ایره با یاردم خارجی هاشون تشکیل کردن ایره همین را عبیدینت کردن در تای همین نام همین برند عبیدینت کردن نامی ازبک حتی قلق بود قبچاق بود انا و چی بود کروچ 5 تا 6 تا قبیله داشت فارس هم همی خیلی بود همی چند تا قبیله ها داشت قبیله ها بعضیش عبیدینه چیدن با دیگه قبیله ها و بعضیش اینا موندن توجیک هم چه توجیک موندن بعضی عرب شناسو هستن بعضی عرب میگن که توجیک اگر عرب نمیشید توجیک نمیبود میگه این توجیک نامش مستقلیش عرب آوردگی است اوجا را میگه او طرف میگه یه روز یک تشقیقی شیشتم که شو علمی وازمی بوده هم قدر گوش کردم ایجا رفتم باور کنین دوستای عزیزم 4 تا تبلت خوردم که خدمت آرام کنم این عمودی خد فروش این عمودی میلاد فروش این عمودی زبان فروش بو دوا از توجیکی دورده قلقی میگه ما توجیکم تمام تاریخ چه فروخته ایستوده است بو مرا میگه قلقی ما توجیکم ما گفتم یه اونم نسینه گفتم با تایی دیلم با خدا تو ما خیجال که در جایی هستیم اینجا زنک اجازت نیست اگر زنک اجازت نشید که در اروپا با خدا قسم گفتم ولی چند پیولا و کسا در سر شکسته بود ساره خیلی خب کردم ایستاد ولی یک چیز دیگه است همین کلمه اتمان ای کلمه لقیو گرفتگی هستن وقتی هم پیش اتمان میپرانم گفته کلمه اتمان همون که جنگ میشه و قدر شناس نیستن با قبیله ها که حمله میکنن سالداتو میگه چی فهمیدین چی خیلی است همون جنگ که باید بگن کو و میگه نمیدونم میگه کلمه اتمان بسیار تکرار میکنن همون روس و همون اجنبی ها میگن که خیلی و اتمانی значит او اتمانی همین اتمانی کلمه می پرونمی چی است درباره همین یک روز کم ترک صحبت کردم مونده یک تاش میگه که این کلمه را از کلمه عربی اتمان گرفتگی است میگه مرا یا استغفرالله یا کلمه عربی اتمان ای در سری 4 لقای بسماچ که میزدن زیدی روسو چی دخالت داره یا کلمه اتمان را روسایی که جا گرفت در سری یا برکت یا همون کلمه اتمان چی رب با جنگی دیگر جا داره یا چی رب با همین بسماچ یا جنگاور داره کلمه اتمان دتاو عرب پرسیده رفتگیان دتاو بعضی همون کو چخر فرماده رفتگیان کو دیگر با درجه اومدگی است حتی که تاریخ چه دیفا نمیکنه
دین ما همین چیزا را شنیدم امروز واقعا قهرم کرد. واقعا قهرم کرد که ما 2500 سال تاریخ دارم، زبانی تاجیکی دارم. اما را که مامام تاجیک ای نوشد گیشوا که چیکار کنیم؟ ما بابام اوچش تاجیک ای. ما کی قرخونی تاجیکی دارم که میره دفاع نکنم نمیشوه. می قرقه گسته یک. گفتیامو کی خدوراماتی بابیم شیری تاجیکی خوردگی ای بهارو. اکی را باید دفاع کردن در کن. 2500 3000 سال تاریخ این وطن، این زبان که این شیر بابام خوردگی است، اما باید دفاع کنم ایتانش که دنیا در بابام سوق سلامت خوب کنه. بعد نگه که بچم نبرم شیر خوردگی مرا دفاع نکردن گفته. مگر هم این شیر دفاع کنیم. این قدر تاریخ قطعی، این قدر تاریخی این زبانه آورده است. رحمانوف دین میگه که ما برای شما آوردم، قبول کنیم. و 4 تا انسان رقص بازی دارن برای با جنگ دارن. میگن 20 دیم به چی بیره 5 بردی با ایش ایجاش تصدیق داره. من واقعا زیق شدم دوستای عزیزم. نمیدونم شاید میگم که من اشتباه کردیسته باشم، این انسانی است. یک خلقم شاید درست نفهمم تاریخ هیستوریای تاجیک، زبانی تاجیکی را شاید درست نفهمم. من یک خلقم اگر اشتباه کرده باشم همتون از همینجا تا قیامت حضور میپرسم. نه که من شخصا ایتری ایدی که ایدی نوارده است، روزی زبان است، ایدی زبان است، ایدی فلانی است، ایدی نه است، من این چیزا را اصلا قبول ندارم. ایدی زبانی تاجیکی ما که هست از ازل که زبان هست، از همون روز تو امروزه نام ایدیش است. برای ما این چیزها مخصوص نمیشه که یک روز مخصوص مونی. بازم میگم اگر برای شما مخصوص در کار باشه، شخصا اگر من در دستم زدم قدرت، ما ایره عالما رو جمع کرده آورده از همون روز اولش میارم، یکم روزای دیم روزای سیم روزای همو پریبیزیتیل همو میونه ها رو میارم، همو جورا یافته آورده فلان عصر فلان روز فلان وقت زبانی تاجیکی مستقل شده بود گفته برای شما عصراش قطعی میمونم. بعد هم رقص کنین چند قدر میفورتون. نه که 92 سال 93 سال 97 نه، عصراش قطعی که باید دنیا بدونه که زبان تاجیکی مستقلیتش فلان و 18 عصر ده، 6 عصر ده، 5 عصر ده، 3 عصر ده، 2 عصر ده این زبان مستقلیت خیچ داشت. دنیا باید ایره بدونه که مستقلیت زبان تاجیکی ما 2 3 4 عصر ده بود. روزی 1000 سال اگر 10 عصر شود، 2000 سال 20 عصر شود، اگر 2700 سالگی کلوب ما قید کردیم 27 عصر شد. روزی عصر 21 ای برو بیستین دوستای عزیزم. من چطور دگنر نکردم. ما 2700 سالگی کلوب قید کردیم. 100 سال یک عصر می شود. 10700 سال 27 عصر می شود. ما در عصر 21 قرار داریم. عصر 21 در قرار داریم. یکی 27 عصر 21 27 6 عصر دیگه و طرف ما هم سلچای تاجیکو پیش دنیا پیدا شده نیستیم. و فکرم دنیا نبود کلوب بده هم خیلی چه خیلی شی دوزی عصر 21 100 سال یک عصر. ما در عصر 21 قرار داریم با دنیا شمارون. در عصر 21 10700 سالگی کلو 27 عصر می شود. 10500 سالگی روتیپو 25 عصر می شود. ما 21 عصر. ایش 4 عصر فرق کردیسته، او 6 عصر فرق کردیسته. نفهمیدم راستی. دملوی زردشتی ها این ما عصر رو پیش تولد شده اگه پیدا شده اگه چه خیلی شی دوزیجه.
یا شما مزاق کردین مردم 1700 سال 27 عصر میشه و دنیا خودش در 21 عصر قرار داره شما دلبایو بین چیه شما من نفهمیدم ول کم تر دیگه بیسته میگیم که ما پیش ای خدا به دنیا اومدگیم بعد خدا اومد ما را ساخت هم خیلی میگین یه وقت شما دیوانه نشورین 27 عصر پیش ما قید کردیم ما در عصر 21 قرار داریم و برای 27 عصر شدن اول بو 6 عصر دیگه ما در کار است 600 سال دیگه در کار است مرا فرزندوش 10 پکلین دیگه 8 پکلین دیگه باید به دنیا بیاید بعد 600 سال شوه ایش ما چه خیلی قید کردین شما عصر دینازور بود عصر ترینازور قید کردین او خو خیالات بود نمیدونم چی بود چی خیلی شما یک جا گرفتین ایرا ای دیوانو کولی ما کجا این شما دنیا را به خدا کو نکلین شنوندین عصر 21 ده شما عصر 27 قید کردین اوزی عصر 21 عصر در دنیا شدگی از حسابات شما ای حسابات دنیاوی 6 عصر دیگه زیادی قید کردگی کو هم عالم کو نویسنده کو شاعر کو پدن حالت شما دیوانه این ولی همین دنیا نمیدونه با خدا شما ایتری در اخمقی بدین با خدای عصر شما رو نمیدونه نگری میگیرم فلان تون میکنم با ای کاری کردگیتون بچه میگه با شمار دنیاوی عصر 21 شما 2700 سالی 27 عصر میشه و میگه ای جو گرفتین این چیزو را شما انسانی که عقل مستقلیت شماری عصر را پیدا کرد این 21 عصر میشه شاید ایو پیش بود هیچ که نمیگه نبود شاید بود هیچ که نمیدونه نه که انسانیتی که عقل حسابی کتابی عصری را پیدا کرد با همون را نداون پیدا کردن مکسیمال زدن حساب کردن وزید 21 عصر است 2700 سال دلبای بو 27 عصر میشوه یو بانی ورود با خدا من نو همی را حساب کردم ولی 2700 سالگی کلوب میگفتن من خیلی پیش تصورات نبود که 27 عصر ای اینو نو با خدا ما همی را حساب کردم که 100 سال یک عصر از 2700 سال 27 عصر میشوه یه اونا تو برای وقتا دینازور زندگی نمیکرد در دنیا یو بانی قشقلدوق شما با خدا در دنیا ما را شرمنده کردید با خدا یک آدمی نفهمیدگی همین چیزا بفهمه که خنده رسوس میشه که توجی که 2700 سالگی را قید کردن که جهان نو 21 عصر دنیا در 21 عصر قدر دوره توجی که 2700 27 عصر قید کردن اوجه پرازنیک کردن رقص بازی کردن امام علی با رقص کرد در اونجا یو بانی تو بله قشقلدوق شما چیکار کردین یو بانی ورو در دنیا ما را شرمنده کردین با خدا کو در دنیا شرمنده کردین با این کاراتون در تاریخاتون شما را با خدا یا تاریخ نویسو ای جو شما 2700 سال گرفتین ای جو گرفتین شما با خدا اولین اینجا است که در روی دنیا تولد شدگی ای کو سال تولد چه گفتن که نو 21,000 سال پیش همو اینجا است تولد شده بوده شما اینجا هم پیش تولد شده گید نه شرگیت میشه با خدا ای خدا جان تو نبگیره قطعی تاریخاتون با خدا قسم خدا من جان تو ای شما از همو اول مایمون باز بودیم با خدا این ما حساب نمیکردیم خب دا میگشتیم به خونه یه زمان در تونه برای شما با اوی یو بانی برود بخدو ما شرمید من دیگه دگان جایی گپا نمیگم 2000 اول باید توقیز اکس که بودم که 2700 سالگی کلو بفته نوشته بیار او توقی را پوشی داری جب 2700 سال ببینن خیلی نگاه کنن نه بعد بگن چه میگوی که 2700 سالگی کلو بفته دلبایا بی دنیا 21 عصر شد نو 2100 سال شد 21 عصر است در دنیا تو دلبایا بی 2700 سال گفته استی های جو گرفتی را خبری یو
بانی قشقالدوغ این توجیکستان با فکرم نه عالم داره نه شاعر داره نه یک آدم باسواد داره نه یک آدم باعقل داره که بگرده بگه ای انسان ای بیا ماکسیموم همین 2000 سالگی کنیم 700 زیادی بعد اقلا همین 100 سال کنیم همین بگیم که این ماکسیموم 2100 سالگی کنیم بگیم این همین اسرا پیدا شدن ما پیدا بدیم همین ماکس بگیرین و نشو برام استرات سکنین همین شوتی دنیاوی بیرن نبروین نرین همین ماکس 2100 سالگی میکردی اقلا خیلی گفتیم همین نه همین انسانو ترقیاوی همین عقل شناسی ده که همین انسان پیدا شدن ده همین ما هم قطار همین انسانو توجیکا پیدا شدیم همین کلوب پیدا شده بود اونا تو برای دنیا نبود کلوب بود گفتن یا بانی قشقالدوغ زمان در تو برای ترا بخدا زمان در تو برای قطعی تاریخ های سختگید اونا حکوتون او برای با خودمو قلقو دادرنش مو شرمنده شدیم دیگه سر برداشته که در کوچه گشته نمیتونیم یه سر مونا برداشته در کوچه گشته نمیتونیم داری تاریخ های سختگیتون شما را بخدا ایش مو دنیا را نکلینی مونده نه یا بانی قشقالدوغ تصور کنین دنیا نبود کلوب بودگی ایده دنیا نبود رو تپه بودگی ایده دنیا نبود یکی ای چیزا بود ولی ایخره که دیگه رحمانوف بسته یا رستم بیویه رستم یا پرازنیکی دیگه اعلان میکنه یا پرازنیکی میوره که میگه پیش ای خدا توجیکا بودن با خدا اومد با توجیکا را ساخت همینطوری هم میکنه تو بله بخدو سر ما گران شد شما را نمیدونم که سر ما تو خورد چون چه خیلی شدم خود من ناراحتش کردم ولی یه روز گفته بودن 3000 سالگی دنگره افتن ها یه روز گفتن که 3000 سالگی دنگره را جشن میگیرن یا بانی براد این انیق گفت همین گپ هم میگن که خدا نبود ما توجیکا بدیم دنگره بود زمین نبود دنگره بود بعد خدا اومد در گردی دنگره زمین ساخت گفتن همتری میگه بعد همجا سر کرد بعد دید خدا اومد که نمیجا همتری زمین میشده بوده بعد همین دنیا را گردی دنگره سر کردن ساختن بعد همین دنیا را ساخت خدا اومد هم خیلی یا همین 3000 سالگی دنگره را قید کنی نمیشه بوده دیگه ایلاج نیست همین پروپاگاندا را ما گرم سر بتیم بگین که خدا اومد دید که دنگره بود بعد گفت که این چیز دور بوده است بعد اینترساوت کرد این چی های چه خیلی های در بالا شما زندگی دارین این چی هست گفته پرسید همون وقت اجدادان امام علی رحمان اولاداش بابا و بابا کلانوش که او وقت در همون دنگره زندگی میکردن و در خداوند گفت خداوندی زمین است نامیجه دنگره بعد خداوند در گردی دنگره باقی مونده زمین ها را ساخت ای زمان در تو بره ای اوناکو تو بره سلامت باشین دوستای عزیزم با خدا ای زبان با تاریخ گذشتیم همین تاریخ مرا سر متاو داد 2700 سالگی 21 عصر 27 عصر پیش شدگی است ما 21 عصر در قرار داریم همین چیز کم ترکه مرا سر متاو داد حتما ما در برای کم کم بگیم فکر کنم که برای از خدمت سلامتی محسوس کنم که ما بینم دوروی اباب دارم یا 2 دونه اباب بخورم اباب برایم سر درکنی خوب است همین ویتامین است و دارو نیست ویتامین در پولشا دارو نمیفروشن اکثر ویتامین میفروشن ولی ما بینم بوشه اگر دونه ماشین کم یا 2 دونه بخورم که با خدای رحمان و وابشه گرینی بده است خلاص جنباس میکنیم دوستای عزیزم برادرای عزیزم ببینید زبان ما زبان تاجیکی ما از ازل که زبان تاجیکی و تاجیک یعنی تاجیک در روی دنیا بود
این زبان مستقل بود. این حجیتی جشنی از 92 سال ما مستقل گرفتیم. این پدناشکا زدن، پدناشکا دادن در هیستوریا و تاریخ خودمون است. این چیزا вообще باید ما قبول نکنیم. اگر برای ما در کار باشه هر جشنی که ما میاریم برای که تاریخ تاجیکای ما در که رب دوره представить کنید 90 چندم سال بود جمعه بودم و در دنیا بودم بعد تاجیکا مستقل شدن. این آخرام بگیم همین قلقی که ما در دنیا بودم ما قلق بعد تاجیکاش ما مستقل شدیم خیلی میشه که ما قلق مستقل بودم در دنیا. ببینید هر چیزی که شما عید میخواهین بیارین جشن میگیرین این چیزها را از اثرهای پیش از تاریخهای گذشته این جشن را بگیریم. اگر جشن کنیم برای خودمون مثال من را میگم که های خوب است ما فلان مثلا اگه 27 عصر نمیریم اون طرف 27 30 عصر رو نمیریم نه که همین عصرهای حداقل یک عصر یک نیم عصر 2 عصر ماکسیمال 2 عصر رو اشتراک بریم ده سختی بعد نریم که فهم تا آخر دبا میمونه میریم دیگه ایسا اومده نمیتونیم. از همون جاها داشتیم تاریخ داشتیم جشن ها داشتیم چیزهایی که از همونو جمع کرده آورده یگان جشن اگر خواهین رقصیدن خواهید از همونو میشه پیدا کرده برای تاریخ تا اثبات کردن برای کی بودن ایترا کی ها بودن ایترا در دنیا اثبات کردن. 27 عصر نیو خیلی استرک شه 27 عصر گفتیم دیگه آدمون پول روزا مسجد پاس کردن رنگ کارتای ترینکا وریده خراب ازادی короче همه تو پاس کرد تمام گذشت ای ایسه تو زنبولای короче همینطور خراب زدیست. ما باید بیایم هم برای مستحکم کردن تاریخ خودمون میشود تاریخ تاجیکستانی ها میشود هم برای شما را رقص بازی میشود برای که رقص دوست میداشتگی در رقص بازی میشود. یکی احمقی است اگر 27 عصر او طرف برای یا که بیای 27 عصر 2700 سال دنیا نبود تاجیک بود نه که اومدن 93 سال تاجیک زبانش مستقل کرد. این احمقی نیست. این ده احمقی را چه صفادت میکنی کلی میکنی. ورودی ما تاریخ داشتیم زبان نداشتیم اومدیم زبانمون رو مستقل کرد. نه تاریخ همه تولد انسان با زبان انسان وابسته است یا که همون بدنی همون انسان از ازل زده زبانش وابسته است و کدام نمیدونم چه خیلی فهمیدین مرا چه خیلی نفهمیدین شما اختیار داره یه بار دیگه این زبانتون مبارک شوه برای شما. همین چیزا من اشتباه میدانم که بعضی چیزا رو آوردن گویا که رحمانوف برای ما را مستقل کردن مستقلیت تاجیکان و زبانان و اساسگذار صلح و وحدت همین اینمی چیزا است ده اینمی چیز که گویا که با ما را صلح آورد وحدت آورد مستقلیت آورد زبان ما را مستقل کرد. شما اگر این چیزا را قبول کنید پس زیدی رحمانوف اصلا گپ نزنید دوستای عزیز گپ نزنید. کدامید گپ میزنین پس بدونین که شما واقعا دشمنی زبانی تاجیکی هستین دشمنی تاریخی تاجیک هستین شما دشمنی بگیم بدنی تاجیک هستین. اگر کسی دی رحمانوف گپ زنید اگر شما در حالت این چیزا را قبول کرده ایستاده باز زیدی رحمانوف گپ زنید. من این چیزا را قبول ندارم گپ میزنم برای که تاریخی من داری عزیزم چی که تخم کنی برا خودت رویت کردم خودت برا کتک تخم کنم گرد اطراف تابین اگر خوگلوتق قطی نشدیسته باشه یکون خروز باشه یک دم تاسیخ که در پیش یا تو بخی خدا خواه جوش دمیره کتک تخم کنیم این همی جو اومدی نوزی رویت کردم تخم کنی میره تخم میکنی. دوستای عزیزم نمیدونم اگر گفتم که خطا گفته باشم سختون رسیده باشم همه تو نه همیجا تو قیامت بخشش میپرسم منظرت میخوام که شما را ناراحت کرده باشم اما اون چیزی که در وطن ما
тааллуқ дора. ӯ шеъре ки бобои ман хурдагӣ аст, шеъри тоҷикӣ ё чаш тоҷик буд. ман ӯро хоршавӣ намемонам, хотири рӯи арвои бобом. ман ӯро здивацакниам намемонам. ман здивацакнора гуфтиам габа мин намеда дарамин яга дар 21 зада 22 када мемонам ӯро. хулас ҳамхел аст. ин фикри ман аст дӯстои азизам. ва шумо метавонед фикри назартон зери коммент бинависен ва роҳӣ кунед, хусусан ба амакитуна, ба тағотуна, ба боботуна, ба одамое ки инами ҷашнҳоро қабул доранд, ба ҳамаи инсонҳоро, ба наздикотуна роҳӣ кунед. одамои хештаборотунда роҳӣ кунед. ҳамин навора бугӯ дастканал набиши гӯшка. а то яша биши гӯшка. баъд бугӯ фикр назарта бинавис. ҳамин қалиғ туғри мега ё хато мега? бугӯ чӣ ба ин қалиғ қадар барои забон, миллат, ватан ҷон кандестай? ту боша рақс кардести? гуфта саволиш мон охиришда амрои ки аги одамада. яке ҳатман роиш кунед дӯстои азизам. ман бисёр мехоҳам фикру назари мардум зери ҳамин коммент боша дар ҳамин бораи забон, ҷашни забон, ҳамин чизҳое ки гирифта истоде. худованд нигаҳбонтон боша. ман ростӣ сарам тов хурдагиш, ҳамин сарам охир да тов хурд 2700 солагӣ видам 21 аср, яъне ки мо уже 27 аср ӯ тарафа омадем. дунё да 21 асраем, мо да 27 асраем, значит ҳамида камтара ман хеле чӣ хеле шидам, хеле фикр рафт да, қапида натонистам. улавли буд меган чӣ меган, ҳамин сафпадени нашида қапида натонистам, ҳайрон шидам. ҳамида хонатон обод боша. баъд агар шумо бидонед дар ҳамин борае ки дунё набуду, мо тоҷиков будем 27 аср пеш, кулобиё хусусан будай май кулобам зани дунё набуд, 82 мо дар кулоб будааст. мардуми кулоб, мардуми рӯтипа, хусусан мардуми тоҷикистон, кулли мардуми тоҷикистон ки ҳамин таърихҳои шуморо здиватса мекунанд, шуморо масхарабозӣ мекунанд, ба ин чизо тасаллиҳатон метан. дар ҳамин бора фикротона бинависен, ҳамин чиза бинависен ки чӣ хел шид ки дунё 21 асра, мо уже 27 аср ӯ тараф қайд кардем. ҳамин чӣ шид, чӣ хели шиди гапо, ҳамира шумо чӣ хел фаҳмиден? мо олимои китобнавис, унамо домулои зардуштиё ки 5000 китоб хондагӣ худат. дар ҳамин масъало камакак фикр назаротуна бигем барои мардум. бигем мардума ки ин мардум ё шуморо здиватса када истоданд. дунё асри 21, мо 2700 солагиро қайд кардем, мо уже 27 аср мешавад. гӯё ки дунё набуд мо будем. ин шармандагӣ шида истодааст. ба ҳар ҳол бошем, ҳамин чиза набардорем, ин чиз нодуруст аст. ин чиз биёен ақаллан ба баробари дунё кунем, 2100 солагӣ кунем ки мо дунё пайдо шиданда, мо ҳам пайдо шидем. ҳамин ақли инсоно пайдо шиданда, мо ҳам ақломона пайдо кардем. ҳайрам хел аст. ҳаматон дар як ҷаҳон ташаккур ки падишка кардем, падилид кардем ва фикр назартон навиштем. хусусан подписатсияро фаромӯш накунед дӯстои азизам. агар хоҳем ки ояндатона созен, хоҳем ки ватантона созен, хоҳем имрӯзтона созен, бояд мо сар ин масъалаҳо ҷамъ шем, гап занем ва подписатсия кунем дар инҷа. агар ки хоҳем ояндатон рақоса бошад, пури канали рақосагӣ аст дӯстои азизам, барои онамҷо обунаша тамошо кун. қадами қурбон баъди гапи ма камтарак номусиш дар омадааст, хайр саховат карда истодааст. маладес қадами қурбон, хандон табза бародари азизам. ана худованд хайрота қабул кана ҳама вақт. кӯшиш кан масхарагита бас кун. масхарабозӣ кардани ту рехтани об рӯи ин миллат аст. шумо инсонҳо, артист, санъаткор ва ғайраҳо як чеҳраҳо ҳастед. инсонҳо шуморо дида миллата баҳо метаҳад. миллата бибин 3 миллион муҳоҷир аст, 3 миллион муҳоҷир аста.
یعنی که ملت هم 3 میلیون مهاجر و قدر شرمنده نکرد در روی دنیا با مهاجریش، با همون کار پس، با همون واگونا خوب کردن زندگی پس دم. ببین دنیا یعنی که در جامعه و قدر تاجیک بگیم خیره نتفته بود. نه که شما 3 تا ارتیست اینا رقاصا فینگ 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 اینا احوال دادین، 3 تا گرفتین در دنیا تاجیک شرمنده کردین، در دنیا ابروی تاجیک رزوندین. قربانی چشمتون شم. سرود، ارتیستی، رقصم کلتورای خودش داره. کوشش کنین با کلتور بخونین، کوشش کنین خودتون خیلی دیوانه نکنین. ساز، سرودی ساز، متنی ساز، آهنگی ساز. اگه دیگه نمیشه و گفتی همون گپو دیگه هم خیلی دیوانه کنین در دنیا و مسخره بازی کنی و آدمو بخندگویی که آدم خندون نیستی، تو کلاون نیستی، تو ارتیست هستی. کلاون دیگر است، ارتیست دیگر است. ارتیست می سرایه شعر انسان، غم انسان، شعر انسان با آهنگ در آورده او را بگه می سرایه، او را میگن ارتیست، آوازخون. اگه کلاون باشی اگر مثال میتونی در سیرک کار بدروی، در سیرک نمایش بتی، در کوچه و در توی نه، در سیرک باشی اگر در بالاش سیرک نوشتگی باشه هر آدم تر تماشا کنه میگه یک کلاون است. مثال گیریم همین استیل خندوندن انسانو میتونی در داخل سیرک اونم تری موزیکا کنی، اونم تری سرودای حجوی کنی، میتونی ایرا آزاد در درون سیرک کنی، بلیت فروشی مردم بیاید اونم خیلی مسخره بازی تر تماشا کنه. یکی در توی در جامعه در دیگر جو در обществоی کار کردن، این اوجه تفکری مردم ها نشان دادن است. یعنی که مردمی نمی خیلی رفتار است. این دینا مثال خطا من تماشا کردم در درون دیوانه خونه دیدم. ببینید در درون همه دیوانه اگر یک آدم هوشیار باشه رنگ دیوانه میتوه، اگر در درون همه هوشیاری یک آدم دیوانه باشه رنگ دیوانه میتوه. هم خلاص دینا من همین فرقیت نکردم. اگر یک آدم هوشیار در درون دیوانه باشه رنگ دیوانه میتوه. دینا من خیال کردم همه هوشیار هستن اونجا. یک آدم دیوانه نیست. برای چی؟ برای که یک رنگه بدین اونجا. همتون یک رنگ بدین. ختم رفتارات اورم رفتاروش. خیلی کورا خداوند همی روز آورده است عقلش. نیکی رفتار ختم از امو یکون فرق نکرد. نیکی به هر حال این کارت کاری خوب است. اینمی کارتا ما پول اینمی دت تدس ما برداشته گفتم که گم نیست. ای است و دیگر جو است. اگر لازمت باشه با ما هم قرض قبول میکنیم، یاردمت میکنیم تو که با برادر دیگر جا بک. خصوصا خونه مایبون است، خونه بگیم که یتیمان است، خونه خیلی بیماری های روحی است و بسیار جای های هست که نیاز به انسانیت دارن، نیاز به نمی مهربانی دارن، نمیرسه نمی چیز. ما او را واقعا فراموش کردگی هستیم، ما بسیار وقت نمیبینیم. اگر که بگوی که از مردم دوستی عزیزم بیاین یک کارتا بکشویم پرتویم همی نه ده ما هم فقط همی میریم گفتیم گپا باید فلانی را یاردم کنیم. نه ما اصلی یاردم با یاردم نیاز داشتگی انسانی که با مهر یاردم شما نیاز داره یتیما هست و اونم خیلی بیماری های روحی هست و بگیم اینه چی هستن مایوبان. یعنی این چیزایی هستن که اینا واقعا در نیاز و کمک و دستگیری و مهر شما دارن. کوش کنی میشید که بچه ها از روسیه هم سمالیات قطعی میخنبیدن و ارگانیزوات میکردن 50 کس 40 کس شیده 100 کس شیده یک گفتی همون گپو خریدچه کده رفته قطعی نامو مایبو قطعی نامو یتیم خونه در رفته حداقل یک روز پدری کنین، مهر پدری بتین اموده، حداقل یک روز مهر مادری بتین، برین 50 نفر 60 نفر برین گپ زنون کنین، قطعیشون بازی کنین، ای دستاشون بگیرین کوچه برورین. او هم نیاز به نمی مهر دارن، نیاز دارن نمی یتیم و به نمی مهر. یک روز برین پدری کنین، بسیار روز نه، یک روز 2 روز برین. وقتون وعده بتین که رفتم ای رسیه ما میرم
я рӯз нимрӯз падарӣ мекунам. Бия гудака бигӣ чарх бизанон дар кӯча, қатит бозор бар, я марожникиш бихар, як рӯз меҳри падариш бите, як рӯз меҳри модариш бите, унамуам тоҷикан, унамуам тоҷикан, унамуам фарзанди тоҷикай. Кадомиша очаш беақлай, оташ беақлай, кадомиш вафот кардагӣ ҳастанд, ноилоҷ ҳастанд. Барои ин ҳамин корора бикунем. Кош мо дар Тоҷикистон мебудам ки ҳар ҳафта гуфтиам гапо як гудаки ятима гирифта, як бозор бироварда қатиш, як марожни хӯрда, ду сих шашлик хӯрда қатиш, як рӯзам боша меҳри падариш медодум, бо мебурдумш мегуфтум кам хел аст. бикунен ин кора. Дӯстои азизам, бародарои азизам, шумоам тоҷикин, ӯам тоҷикан, шумоам тоҷикистонин, ӯ гудакҳои ятимам тоҷикистониям. ҳамин мардак шен 10 нафар 20 нафар ваъда тенхтонда ҷуро бугӯ биё мерем як рӯз дар як ятимхона падарӣ мекунем. Бирен қатӣ гудакҳо бозӣ кунен, бозича бигирем барен, намедонам бозиё ташкил кунен, дорбоз кунен, дигар бозиё кунен. Як рӯз қатиёшон вақтотуна бигзаронен, як рӯз қатӣ я наташа боша ку я ҳафта вақтотуна мегзаронен, не ки қатӣ як гудаки ятими дар меҳри шумо ниёз доштагӣ як ятим қатӣ як рӯз вақтуна гузаронда наметонем. Як рӯз. Ва дар парлумони Тоҷикистон ман хоҳиш мекунам як қонун дига қабул кунем, як қонун дига. Яъне ҳамин коргарои давлатӣ, таможнӣ боша, ҳамаи чизе ки боша, аз ҳамино бигем ки навбат қатӣ ҳаминоро ҷудо кунен. ҳамин ятимхона да як рӯз бираванд, қатӣ гудакҳо бозӣ кунанд, як рӯз падарӣ кунанд қатӣ гудакҳо. муаллимо бошанд, таможниҳо боша, милисаҳо боша ва ғайраҳо боша. ҳамин як қонуна қабул кунем ки ҳамин як рӯз як ҳафтада ақаллан бираванд, қатӣ ятимо ҳамо меҳр битанамо, қатӣ ҳамуно ҳамамо бибинанд ки дар ҳамин гирдошон тоҷик ҳаст, зашита доранд, ҳамо ҳамира бибинанд. шарт нест ира фақат барои курткапӯшонии Эмомалӣ, бонускор кардани Эмомалӣ ё ягон ҷо Эмомалӣ талбиданӣ рафтанӣ шид, баъд бирава ятимо да куртка пӯшона сёмка кунен, 60 камера қатӣ сёмка кунен, ду куртка рава, баъд монтаж кунен дар телевизору, баъд бигирем барен ки Эмомалӣ ғамхори ятимо аст. Не, ин чизо дурӯғ ҳастанд. Ин фантазиётун ҳамаша медонем. ҳамин як қонун қабул кунем, ҷонтон нагардам. ҳамин ҳар як сохторҳое ки ҳастанд ҳаминоро организоват кунем, бираванд қатӣ ятимо як ҳафтаи да як рӯз қатиёшон бозӣ кунанд. аммо мошинои пули дуздида харидагианд ку ҷипҳои зур доранд, ятимакора бишнонанд, баранд овбозӣ баранд бозор баранд, як шашлик бихаранд, аям пулои дуздишон медизданд ку аямо қатӣ ҳамо бозӣ кунанд. мо ба якдигар хеле меҳромон зиёд мешавад, бояд чувствовать мекунем да ятим чи аст. ӯ ятимам бояд чувствовать мекунад ки мисол мо дорем ҳамин соҳиб да гирдомон. илтимос ҳамин қонуна қабул кунем. ҳамин маҷбурӣ шава, ҳамара маҷбурӣ кардем, мошина маҷбурӣ кардем, номера маҷбурӣ кардем, паспорта маҷбурӣ кардем, заграна маҷбурӣ кардем, авача света маҷбурӣ кардем, ҳамара маҷбур кардем. ҳамин як кори савоба маҷбурӣ кунем. ҳамин маълимода як кори савоба, хусусан депутато, хусусан депутат парлумон, депутато ана ҳамиёра хусусан гуфтиам гапо вобаста кунен, иёам бираванд қатӣ гудакҳо бозӣ кунанд. агар ман раҳбар мебудум, президент мебудум, кӯшиш мекардам ки максимал ин гудакҳоро хона ба хона шаванд, яъне ки одамоеро бигиранд, яъне маблағ медодам ки ҳам одамое ки ёро мегиранд ойлик мекардам ки то ки бигиранд ира нигоҳ кунанд. не ки ҳатмӣ мекардам инами чиза. хусусан маълим, депутат, таможни, милиса ҳама ёро навбатакиш мекардам ки як ҳафта да як рӯз бираванд қатишон бозӣ кунанд. ё як моҳ да як бор ақаллана ҳамитари да баъд ҳафтаи да як бор очирати яташ меғалтид да, як ҳафта да як бор милисаҳо мерафтанд, як ҳафта да як бор таможниҳо, як ҳафта да як бор маълимҳо, як ҳафта да як бор дигар сохторҳо, ҳукумат
همینو رو همین خیلی کردم که همین هر هفته رفته همین شنبه یک شنبه خصوصا روز بیکاریشونه برام قطعا گوداکا بگذارم، یعنی مهر شود نزدیک شوم با یک دیگه. البته که چیزا رو هم کردم و خیلی که افسوس یک مینوس دارم، قلقم. مردم ما این چیزا قبول کردن نمیتونن. مردمی توجی که ما یک خاراکتر دارن، نه خودش میخره نه یک کس میته بخره، نه خودش میکنه نه یک کس میمونه که بکنه او را. همین پرابلم ما امروزه هم پرابلم سر همین میروه که هست در تاجیکستان آدمی که تغییر بده، نه که همون گرد اطراف بدگی. مثال گیریم نه مردم خوجند مو بدن دیستریکت آدمایی که سیاست دا بدن میدونستنی دنگره اگه جو سیاست دا به چی میدونست تو خیلی می امر تراکتورای که گشتگی آدم کلخوز دا گشتگی آدم اگه جو سیاست دولت داره چی میدونست. نه مو توجیکو پروست کو همون نموندیم اونم را رهبری کنم ما خودمون میکنیم گفتیم گرفتیم ریدیم پارت گفتیم مردم کلوب اگری میشید که رهبر ورمونه بگیم که بیا برادر ما دبرت بیستیم. نه دا ما خودمون میگیریم میکنیم اینه گرفتیم ریدیمش نگفته ریدیمش همارا جزیر کردیم پارت گفتیم برای چی؟ برای که پروگرام نبود هویش دادیم کدام چه خیلی فرام خیلی زندگی خونه تو بود باشه گپ زدن میگیری گپ زیاده نه که خصوصا ما برای زبان گپ زده بودم بین دوام اشتباهی قرکی دیگه وقت داشتم گپ زدم. زنده باشی نه از اوقام اومد بس کنی حتفلی کت کردی من زنده باشی برادرم حتما پدیلیت پد پیشت سر فراموش نکه و اولادو دامت مردو داده همین تقویی اماکی بوبود کدامش که زنده روی کردن فراموش نکه در برای نمی زبان دا میرم رقص میکنن که همو در روی که ببینن یستیش تو فکرشونه بنویسن زیری کنن. زنده باشی دوستی عزیزم خدا نگهبانتون.